سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه داریم رفته رسانیم. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم می کند، پیش از شوهر از این دنیا می گذرد، لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی است، به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است. به خاطر چی غمگین است؟ به خاطری که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار یک حکم قرار میداد. برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت.